یوگا چطورید بچه های لیج هستم. خوش اومدید به گیم جدید والورانت که امروز قرار مود سویفت پلی شه که خودم هیچ ایده ای دربارش ندارم که به همین الانم بازی استارت شد در سرور استانبول. بریم ببینیم که چجوری. امیدوارم که این گیم جزو گیم های فیوریت من باشه و دیگه از این بعد تو لیست گیمامون اضافهش کنیم. بدون معطلی سریع بزن بریم که داشته باشیم. Let's go. این داشتمون داره صدا رو şimdi Spike آقا صداشون نمیشه درست کرد. Niye duvar kurdu? Tam çözüyor. Duvarın duvarın içinden de kırılmaz yani. Duvar. Yani hile vardı bende. داشتمون رو میوتش کردم. تو هم مثل این که باید میوت بشی. ببخش حالا کم یه دقیقه صداش اومد این داشتمون. من پلیر کیو بردارم؟ بذار که این آقا رو بردارم. چقدرم خوشگله. فکر کنم من پلیر انتخاب بکنیم دیگه. من این آقا رو برداشتم و صوبا اسمش نمیدونم چه جوریه. همون فکر کنم مثل اوورواچ حاجی، چون اوورواچ هم اولش میومد تو صفحه لودینگ و بعد یه هیرو بابا. حالا همه دارن میکروفونشون رو باز میکنن. خفش دیگه. همه رو میوت کردم. یه بنده خدایی مونده که آره تکنیکه. سرور استانبول هم اومدم. سرور استانبول بهترین پینگو داشت برای من. استانبول آن فایر. همشون هم اگه دقت کرده باشن داشتن ترکی حرف میزنن صداش اومد. و اینکه این ویدیو رو دارم با میکروفون جدید میگیرم. بریم که داشته باشیم. آقا چی شد؟ رفتیم یه جای دیگه احساس میکنم. اون بچه اصلا کلا لفت خوردیم اومدیم یه ور دیگه. مثل اینکه بذاری که من این آقا رو انتخاب کنم. آقا من میخوام بشین. آها این آقا رو انتخاب کردم. فونیکس اگه اشتباه نکنم. چقدر احساس میکنم که آقای فونیکس کارو در میاره با این بشکنش که اینجوری هم هست. اومدیم کلا یه مود دیگه و اینکه همه پلیرها هم اومدن و بریم که داشته باشیم دیگه. با اینکه امیدوارم که بازی خوبی باشه. بهش میخوره که پتانسیل خفن بودن رو داشته باشه. ما الان اتک میکنیم، تیم مقابلمون دیفند میکنن. یه چیزایی میدونم شبیه همون فورتنایت بررسی که یه چیزی رو بذاری رو زمین. و حالا من اصلا اطلاعاتی ندارم راجع به کنه گیم والورانت. من که همینجوری دانلودش کردم ببینیم که چه جوریه. امیدوارم که گیم خوبی باشه دیگه. بذار که این چیز میذا بگیریم چون که توی تمریناتش یاد میداد. احساس میکنم که این خوبه. اوکی. اوکی برو بریم. چقدر آروم میدی؟ بابا داشت آروم. برو 5 ثانیه دیگه. یه پیستول گرفتم تکنیکی ها. برو بریم. میخوام بزنم جرتون بدم. ما الان اتک کننده ایم اگه درست فهمیده باشم. اوه داره اینو میکاره. بذار که من دیفندت بدم. این چیه؟ اوه آتیشه میزنی توی تو دهنشون. چقدر مثلا یکی میره تو نت خیلی پینگو بد میکنه. همونجور که میبینید الان پینگ من با اینکه خوبه ولی خب میبینید یک کوچولو که خیلی لگ دارم. فکر کنم دارم چیز دانلود میکنم که نه چیزی دانلود نمیکنم. نتو خیلی بهش حساس نسبت به فورتنایت اصلا آنچنان حساس نیست به پینگ. نمیدونم چرا. آروم باشین. آروم. یه پلیر دیدم آقا. بوی حروم زاده. این چی بود؟ What the fuck؟ به اولین کیلو علی ایجی میگیره کلاچ میکنه. علی ایجی یه نفری نوکرتونم دیگه. نه سلطان اصلا چی بود؟ والورانت هم همونجوری که میبینید داشتم جر میدادم دیگه. خیلی بازی واقعا میتونم بگم که بازی خوبیه. فعلا خب 1 کیل گرفتیم یکم جو زدم. دارم میگم که بازی خوبیه. این رایفله بهش میخوره خوب باشه.
حالا اونایی که والورانت پاز حرفه‌ای ان و دارن این ویدیو رو میبینن حتما تو کامنت ها بنویسید چه شاتگانی، چه SMG، چه اسنایپی. کلا من هیچی راجع به گیم والورانت ایده ندارم، من که اصلا نمیدونم چه جوری هست. خب این الان ما الیکو بزنیم. آها اینا میزنه که فکر کنم چشه یارو رو کور میکنه، احساس میکنم. آره فکر کنم دقیقاً که حرومش کردیم. بذار که با چاقو برم. کولت که نمیخوام، این رایفل رو بردارم. برادرها کجان؟ همه رو کشتیم. تمام. بر. آقا بذاری منم یک کیل بزنم ناموزن. خب بیاید داشتای عزیزم. وای منو بعد کش. من این احمقا جلوش وایساده بودم به خاطر اینکه باختیم حاجی. فعلا که ما 2-1یم. آخرین رانده به خاطر اینکه جاهامون عوض بشه. بذار که من یه دونه هیوی آرمور بگیرم با یه دونه. میخوایم دستو اسنایپ بریم؟ بذار اسنایپ بگیرم. نمیدونم که اسنایپ خوبی گرفته باشم. والا اسکوپش که سریعه، یعنی الدو رو میگیری سریع میزنه. امیدوارم که بتونیم. چقدر سنگین، اصلا راه نمیرسکینم. بذار این بری برم. بریم. این داشتمون تکنیکی بازش فکر کنم. بذار این تو. چرا اینجوریه این ابیلیتیش؟ داشت مکاور فوی بابا اسنایپش خیلی بده. اسنایپش من اصلا قلقش دستم نیست. باختیم. یارو 2 نفرشون اینو زدن و اونو بعد در کلاچ کرد. بله فعلا که 3-1. برای دورت بگرم یه راند ما گرفتیم. الان ما اتک باید بکنیم فکر کنم، مثل اینکه. بذار که من شاپ برم اینجا. آره گانامون کلا همه چیمون عوض شد. بذار که من اینو بگیرم. هات هندز احساس میکنم. اوه هاتم پیستوله بهش میخوره که خفن باشه. در مورد هیروهاش هم هیچی نمیدونم. اونایی که باز میگن، اونایی که والورانت باز حرفه‌ای ان تو کامنت ها بنویسید چه هیرویی. حالا من هیروهاشو باز نکردم، اصلا نمیدونم که بهش میگن آیا هیرو یا نه. در این حد دیگه نوبم. ولی اون اولش یه کیل گرفتیم. تکنیکی ها. برید کنار که علی ایجی اومده. ایم منو ببینید شما دوستان. اینجا رو نگاه کن. وای داره یکم رو مخم راستشو بهتون بگم. خیلی بد مردیم. تیممون به شکل واقعا خیلی بدی سوسک شد جلوی حریف. بابا من پینگم بدم بهونه. من پینگم بده وگرنه میزدمشون. بذار که این رایفل رو بگیرم با لایت امو رو اینو بگیرم. به این چیه؟ اوه شبیه خیلی خفن میزنه. برو بریم دیگه. هیچی جلو داره من نیست. برو بریم. خیلی تکنیکه. ببین اصلا تو این والورانت یه کوچولو پینگتون بد باشه قشنگ همه چیتون عوض میشه. همونجوری که میبینید. اصلا میبینید پینگ خوب نباشه قشنگ مردی. یکی از چیزای اصلی و مهمش همین داشمونه که زدیمشون. من فعلا دارم جوری میلولم اما هیچ غلطی نمی کنم رسما. خب بذار که یه گان دیگه بگیریم. اینو بذار بگیرم با هیوی آرمور رو. اینجا چی داریم؟ اینو بگیرم. دوتاشو دارم البته. باز میتونم بگیرم از تو شاپ. آره اینو میگیرم دیگه نمیتونم بگیرم. برو 3 نفرن. اوکی برو بریم. وای لگو چه لگی شدم. یک آقا یه نفر مونده. تیم ما خیلی قویه احساس میکنم. اون یارو هم تو مپ معلومه. به بردیم. آقا بنازم
یه ویکتوری تمیز گرفتیم ما. الهی دورتون بگردم. اولین ویکتوری رو گرفتم و فدای چشاتون بشم. این نوکرتونم دیگه، وقتی مثل من خفن باشید و اینکه کلا بتونید یک کیل بگیرید، به نظر من کارو در آوردی. کانتینیو که میای توی لابی که دوباره بخوای استارت بکنی. آقا اینم بود از این ویدیو، اولین مچمون از بازی ولورانت که حالا باز هم براتون این گیمو ادامه میدم و اینکه با هم میریم جلوتر رو ببینیم که کلا چه جوری و فعلا ما یه مودشو پلی دادیم به نام فکر کنم سویفت پلی اگه اشتباه نکنم. خیلی گیم خفنی بود و خیلی خوش گذشت. اون یکیله اون اولش به من خیلی چسبید. خیلی سخته واقعا توش گیر گرفتن. ببخشید که اگه خیلی نوب بازی در آوردم، یعنی یه چیز خیلی عجیبی من نوب بازی در آوردم. من که امیدوارم از این ویدیو خوشتون اومده باشه. اگه اینکه خوشتون اومده که توی داری این ویدیو رو می‌بینی ولورانت پلی میدی، حتما این ویدیو لایک بکن و به من بگو که داری ولورانت پلی میدی. حالا نمیدونم چرا، ولی حتما این ویدیو رو لایک بکن. چنل رو حتما اگه سابسکرایب نکردی سابسکرایب کن، چون قراره که ولورانت هم به بازیامون دیگه از این به بعد اضافه بشه و کلی ویدیو خفن همراه با ولاگ که قولش رو 100% بهتون میدم و به زودی میریم با بچه‌ها و یه اکیپ بسیار گنگ میریم یه ویدیو بسیار خفن رکورد میکنیم. امیدوارم که خوشتون اومده باشه و اگر اینکه توی اینستاگرام من دنبال بکنید کلی من حال دید تا ویدیو بعدی میبینم بهتون. فعلا